آیه دکتر برنامه رو با یه ترانه شاد شروع میکنم بی بحث و گفتگو. خب معلومه که بحث و گفتگو بکنیم که دیگه شادی ازش در نمیاد. فرمون دست تو برو، ولی وای بارت اگه بباری به در و دیوار. وای شده عظما خمار و سرشکسته، ز تحریمای تازه خسته خسته. شاد بیا. شده تحریم عظما از چپ و راست، براش راه نفس هم یشته بسته. شده تحریم نظامش چکیده زد تو کامش، با این اوضاع خیت لا مروت داره میره با سر پیش امام. ناکس کلا سر کی میزنی وسط؟ جست و پوز شاد بگیری اینجوری میکنی، ولی خب همون وضعیت بدبختی نظام رو دوباره خوندی که. حالا اگه پسندتون نشد برنامه رو با یه حکایت پندآموز شروع میکنم. میفرماید پشتکار را از نجاری بیاموز که وقتی مغازه‌اش آتش گرفت اول با آتش خودش رو گرم کرد و بعد هم زغال فروشی باز کرد. اتفاقا کاروبارش هم سکه شد. البته اون زیرا هم موادم میفروخت، ناکسا همسایه لوش دادن. در نتیجه به روزی افتاد که مرغ هوا و ماهی دریا به حالش سب کن میرم ناکس بکنی بدبخت بارک داده عظما رو دیگه. چی مونده دیگه راجبش بگی؟ همه فهمیدن که داری عظما رو بگی که به جای دلداری نمک بپاشی رو زخمش. خواهی دکتر چند لحظه اجازه بدیم به دلداری هم میرسیم. کور خوندی. من اگه وضعیت مقام عظما رو برات توضیح بدم همینجا سرتو میزنی رو میز، میزنی زار زیری گریه. لازم نکرده تو به اون دلداری بدی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر عرض میکردم بله میفرمودن که یارو کتاب نوشته بود چگونه به سرعت پولدار شوید. بعد اومده بود پول قرض میخواست که کتابش رو چاپ کنه. بهش گفتن خب برو کتابتو بخون. قاطی کرد، فحشایی میداد که کسی از یه نویسنده محترم انتظارشو نداشت. روشن شد یا بیشتر بگم که چرا عظما رفته رو سایلنت و خبری ازش نیست. بگذاریم آقای دکتر، مهمونی که میخواستیم بیاریم تو این قسمت برنامه دست شما بحث کنه این بود. خب ولی الان شده این. یعنی عمودی بود افقی شده. وضعش طوریه که خودش یه انتقام سخت لازم داره. تو مواظب حرفات باش، همینجوری الکی از این کلمات نگو. تو که میگی خودت هم میفهمی که قالی بندی مفته، ولی یه بسیجی کم شعوری پیدا میشه میشنوه جدی میگیره، بعد فردا بهم میکنه که انتقام سخت بگیریم سر نتن. آیه دکتر تو رو هر کی دوست داری واسطش و سر نتن دیگه انتقام سخت نگیریم. انتقام سخت قاسم سلیمانی برای 7 جد آباد اون بس بود. آره. خلاصه میخواستم این کمالوندی رو بیاریم، ولی الان یه طوری شده که وضعیت نظرش کل وضعیت نظام رو لو میده. اتفاقا خوبه بیاریش، منتها باید شعورش برسه نکنال نکنه اینجا تو برنامه. باید یه ظاهر قوی از خودش نشون بده. اصلا نباید از سقوط خودش بگه، چون خب همه یاد سقوط اتمی نظام میفتن. باید بگه همه چی خوبه، از همینجا دارم کارم با تو بیمارستان دنبال میکنم. بیارش سر وضعیت اتمی نظام ازش بپرسه، حرف دیگه نزنه. آیا دکتر خودتون میگین باید شعورش برسه، خب نمیرسه. به این کمالبندی میگن بهروز خوله. بدبخت اگر شعور داشت که زیر دست علی اکبر صالحی جا نمیشد. خب تو موقع سوال حرفتو تو دهنش بذار که بفهمه، نباید نکنال بکنه. باید سر وضعیت اتمی نظام صحبت بکنه. این تو این اون من حواسم هست که خلاصه از جاده خارج نشید. باشه آقای دکتر. سخنگوی سازمان انرژی اتمی آقای کمالوندی روی خط هستن. آقای کمالوندی میدونم که از روی تخت بیمارستان هم وظایفتون رو به نحو احسن انجام میدین. آخرین وضعیت چیه؟ کابلای زخمی هم هست که بریده شده بود، باعث شده بود که یه انفجار جزئی هم بود. یه مقداری از این آلومینیوم ها پخش بشه، از جمله افتاده بود روی دریچه‌ای که در واقع این دریچه خالی بود زیرش. خب من همینجوری که راه میرفتم یه دفعه احساس کردم زیر پام خالی شد. امروز البته من متوجه شدم، دقیق دوستان اومدن گفتن 6 متر و 80 سانت عمق این چیز بوده، ولی خب 2 تا پا شکستگی پیدا کرد. حالا یکی پای راست یه خورده بیشتر. وای ببرون صداتو.
مگه نمیبینی هی چشم ابرو میان برات؟ مگه آورده تو برنامه حالا تو بپرسم؟ میکروفون رو که بدی دست آدم مشنگ همین میشه. فقط میکروفون که نیست، حرف زدنش هم باید بلد باشه. خانم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن به مشنگه گفتن یه کمی با رفقات محبت داشته باشه، چرا همش دعوا میکنی؟ دست بنداز گردنشون، احوالشون رو بپرس. اینا رفت دست انداخت گردن رفیقش، گرفت، هرچی فکر کرد دید هیچ حرفی نداره بزنه. آخر گفت میخوای گردن تو همچین بپیچونم که صدای سگ بدی؟ بذار بعد برنامه همچین گوشش رو میکشم که هم صدای سگ بده، هم بفهم باید اینجا جست قدرت میگیره. آیا دکتر صحبت از گوش کشی شد؟ این لیستگذاری خنجرگونه زهراگین حالگیر زای ساز اتحادیه اروپا دیگه چی بود این وسط؟ این وسط مذاکرات رو کم کنی میکنن آن نظام. آره دیگه، عضو فکر کرده بود که یه خود تاقچه بالا بذاریم اونه کوتاه میاد، خبر نداشت که خب میخوره تو پوزش دیگه. برای عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن پسر خالی بنده رفت بالا پشت بوم. باباش گفت چه غلطی میکنی اون بالا؟ اومد تاقچه بالا بذاره، گفت خسته شدم از امر و نهیات، میخوام خودم رو پرت کنم پایین. بابا هم که میدونست با کی طرفه، داد زد به ننه، گفت خانوم یه شام کمتر درست کن. پسر این بچه آدم اومد پایین. دکتر چرا مقام عضو گفت مذاکره نداره؟ خب چون تو مذاکره رو میشه که چیزی تو چنته نیست. وضعیت عضو الان مثل اونیه که حساب کرد اگه بخواد تو تعطیلات با موجودی جیبش بره جایی، فقط میتونه بره تو فکر. پس اگه مذاکره نداریم این عراقچی فرستادن ویان چه غلطی بکنه آقای دکتر؟ التماس و درخواست، هر رنگی هم که لازمه باید این بهش در بیاد، هر سازی هم که بزنن باید برقصه. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که هواپیما رو دزدیدن، بعد این همه مسافراش هم گروگان گرفتن، مذاکرهشون با پلیس به جایی نرسید، گروگانگیره گفت الان یکی یکی گروگانا رو میکشیم. اولی رو صدا کرد، یه خانمی بود، گفت اسم چیه؟ گفت فاتی. یه خود رفت تو فکر گروگانگیره، گفتش که شانس آوردی، اسم مادر منم که خیلی بهش ارادت دارم فاتیه، برو که ننم جون تو رو نجات داد. بعد یک مرسی هیکلی اومد با سیبیل از بناگوش در رفته. این بهش گفت اسم چیه؟ گفت والا اسمم که قلوملیه، ولی تو خونه فاتی صدا میکنه. و جنبندی برنامه خیلی روشنه. وضعیت نظام مقام عظما رو خیلی خلاصه همچین بهت میگم کپسولی، بی خیال جزئیات. به خود عضو هم گفتم امسال واسه عزاداری نمیخواد پول مداح بده، خودش یه دهم وضعیت نظام رو بگه، خیلی بیشتر گریه در میاره. اوضاع حال اینجوریه. دکتر شما با این وضعیت استراتژیکی که دارین به جایی که دست مقام عظما رو بگیرید یه جای بند کنید، که اول برنامه با میگه بیا گریه نکنه.